خیلی سریع و خلاصه بریم که این طرح با هم دیگه اجراش کنیم. اولین مرحله انتقال طرح هم از مایع استنسیل، نه خیلی کمه نه خیلی زیاد. توی این فرصت که تا خشک بشه من 4 تا کپسی که نیاز دارم و میشینم. رنگ اول لایت، دارک و تریپل بلک، آخری هم سفیده ولی آخر سر میریزم. طرحمون چون یک حالت متالیک داره شامل فضاهای خیلی تیره و خیلی روشنه. تو مرحله اول اجرا به صورت خیلی سطحی همونطور که دارین میبینید سوزن روی سطح پوست فقط داره حرکت میکنه، عمق خاصی نداره. با رنگ لایت هم کل لاین هایی که دارم و میبینم رو اجرا میکنم، حتی محدوده نورها. تو این مرحله دیگه شروع میکنیم لایه لایه از روشن ترین به تیره ترین بسترسازی کردن. سوزن 3 RL هستش، ولتاژ بین بازه 7.5 الی 8 میتونه باشه و رنگی که دارم استفاده میکنم همون لایتیه که خودمون ساختیم. بعد از اجرای بیس کار نوبت اینه که یک لایه و یک درجه کار رو پخته تر بکنیم. از رنگ دارک هم دارم استفاده میکنم. محدوده های تیرم رو مشخص میکنم و سایه پردازیم رو دقیق تر اجرا میکنم. برای قسمت های بالاتر هم با سوزن RS و همون رنگ دارک میام سایه پردازیم رو انجام میدم. یه نکته که برای طبیعی تر شدن کار مهمه اینه که همزمان که دارم این کار رو انجام میدم داخل محدوده هایی که برای نور مشخص کردیم و با رنگ سفید قرار اجرا بشه یک مقدار لبه ها رو نرم میکنم. اینجا میرسیم به مرحله پرداخت کار که با سوزن RL و رنگ تریپل بلک کامل میام فضای تیره و روشنم از هم دیگه تفکیک میدم. در آخر هم کاشت رنگ سفید با سوزن RS و تمام. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.